سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. قراره با همین فیگور رو بکشیم، پس همراه هم باشید. برای شروع سعی کنید اصلا جزئیات رو در نظر نگیرید. فقط فرم کلی بدن رو ببینید. همونجوری که من تو عکس مشخص کردم براتون، برای سر اول یه دایره میکشیم. بعد جهت کلی صورت رو مشخص میکنیم. اونم خیلی به صورت کلی، یعنی بازم توی این مرحله وارد جزئیات اصلا نمیشیم. فقط در همین حد که بدونیم صورت به کدوم جهت هستش. برای کشیدن کیف باید حواستون باشه به فاصله شونه تا کیف. خب برای کیف از فرم مستطیل استفاده میکنیم، چون همونجوری که توی تصویر میبینید حالت قالب کیف مستطیله. ما برای کشیدن فرم بدن میایم از بلندترین خطوط استفاده میکنیم که توی این حالتمون بلندترین خطوطمون میشن از کف پا تا شونه ها. اگه دقت کنیم تقریبا شبیه ضربدر شدن. برای نشون دادن پاهام از 2 مثلث استفاده میکنیم. فقط به این نکته دقت کنید که توی یک راستا باشن، توی یک خط هستن، بالا پایین نکشیدیم مثلث رو. خب ما تا اینجا فرم کلی مدلمون رو کشیدیم. حالا وقتشه که وارد یه ذره جزئیات بشیم. اول خطوط بیرونی چهره که بیشتر شامل برآمدگی گونه میشه رو میکشیم. بعدش میایم سراغ خط فک و گوش. به این خطوطی که توی عکس من مشخص کردم خیلی دقت کنید. همونجوری که تو عکس میبینید خط فک رسیده به پشت گوش. برای کشیدن این خط فاصلش تا گردن رو ببینید چقدره و همینطور نقطه اتصالش به یقه. این اندازه گیری ها خیلی کمکتون میکنه تو کشیدن درست خط ها. الان این خط کمکی بهتون نشون میده که اندازه و حجم موها چقدر باید باشه و اگه این خط رو ادامه بدیم میبینیم که ابتدای گوژه موها میرسه به همون خط گردنی که کشیدیم و انتهای گوژه موها رو وصل میکنیم به گوش. اینجوری خط موها رو به سادگی میکشیم. برای کشیدن یقه به شیب و اندازه‌شون توجه میکنیم. قسمت تیزی اولیه‌اش به خط گردن متصل نشده. اگه نگاه کنید یکم عقب‌تره. پس انتهای یقه رو تا جایی میکشیم که اگه یه خط عمود بکشیم برسیم به برآمدگی ابرو. یقه رو خیلی بلند نکشید. خب میریم سراغ پشت پالتو. یه خط مورب طبق زیرسازی که کشیدیم میکشیم تا جایی که اگه عمود به سمت بالا بریم به این میزان فاصله از موها که توی تصویر مشخص کردم برسیم. بعدش میایم کمی خطوط کیفمون رو یکم مشخص تر میکنیم و دقیق تر. یعنی یکی از اون خطهای زیرسازیتون رو انتخاب میکنید که نزدیک تر به مدلتونه. حالا میایم سراغ آستین پالتو. من برای اینکه بدونم چقدر بعد آستین پالتو بیاد پایین از تای آستین پالتو شروع میکنم، نه از قسمت بالا. برای کشیدن تای آستین پالتو اگه یه خط صاف افقی بکشیم میرسیم به بالای جیب کیف که با خطچین آبی توی عکس مشخص کردم. وقتی تای آستین رو کشیدیم حالا میریم سراغ کامل کردن آستین. دیگه الان میدونیم که اندازه آستین پالتو چقدره. طبق همون شیب زیرسازیمون که در ابتدا کشیدیم آستین رو میایم کامل میکنیم. برای مشخص کردن جیب مثل قبل از انتهای جیب اگه یه خط افقی بکشیم میرسیم به انتهای جیب کیف. در واقع همون گوشه مستطیل برای کیفمون که با خطچین آبی توی عکس براتون مشخص کردم. به همین صورت بند کیف و خود کیف رو کامل میکنیم. حواستون باشه برای اینکه به کیفمون حجم بدیم از مکعب استفاده میکنیم.
رسیدیم به چین خوردگی انتهای بولیس. دوباره مثل روش‌های قبل اگه از پایین ترین قسمت لباس یک خط افقی بکشیم میرسیم به انتهای جیب که با خطچین آبی من توی عکس مشخص کردم بازم براتون. برای کشیدن شلوار اول میایم قسمت پشت و انتهای پالتو رو کامل میکنیم. دقت کنید عمود و صاف نیستش پشت پالتو، یکم شیب رو به بیرون داره به خاطر اینکه پا رو به عقبه. برای مشخص کردن جای درست پاچه شلوار میایم یه خط عمود رو به بالا میکشیم. اینجوری فاصلش تا پالتو به دست میاد و طبق همون فاصله جای درست رو انتخاب میکنیم. دوباره برای قسمت جلویی پاچه یک خط عمود میکشیم تا به نقطه اتصالش با پالتو برسیم و فاصله انتهای پالتو تا نقطه اتصال به همون نشون میده که جای درست قسمت جلویی پاچه کجاست. برای اینکه حجم کفش رو نشون بدیم قسمت بالاش رو بیضی میکشیم. حواستون باشه خط صاف نکشید. و قسمت پشت کفش خط عمود صاف نیستش، یکم شیب داره. برای کشیدن پای بعدی من از مچ شلوار شروع میکنم. برای فهمیدن جای درستش یه خط افقی از مچ قبلی میکشیم و طبق زیرسازی اولیه‌مون برای پا جای درستش مشخص میشه. برای اینکه بفهمیم میزان گشادی پاچه چقدره به فاصلش تا پالتو دقت میکنیم که با خط سفید توی عکس مشخص کردم. قسمت بالایی شلوار هم میرسه به انتهای بولیزمون. برای کشیدن کفش بعدی همونطور که تو عکس میبینید انتهای کفشمون با قبلی توی خط هستش. پس طبق همین زاویه کفشمون مشخص میشه اینکه چقدر کفش جلویی اومده بالا. و در انتها دیگه میایم پالتو رو تکمیل میکنیم و تمام. تونستید یه فیگور بکشید به همین سادگی. از اینجا به بعد دیگه میتونید جزئیات رو بهش اضافه بکنید مثل چین و چروک لباس. دیگه اینم سلیقه‌ایه، این که میخواید فیگورتون تا همین مرحله بمونه یا اینکه نه میخواید یه ذره جلوتر هم پیش برید.